اول از همه عکسمون رو وارد اینشات میکنیم، سایزش رو 9x16 میکنیم. بعد از اون از این قسمت آهنگمون رو وارد میکنیم و تایم عکس رو با تایم آهنگ تنظیم میکنیم. حالا میایم با اسپلیت عکس رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. رو قسمت اول عکس میزنیم، میایم از قسمت انیمیشن، قسمت کمبو، گزینه اسپین فال رو براش انتخاب میکنیم. بعد از اون میایم رو عکس دوم میزنیم، از قسمت انیمیشن کمبو اسفیزوم رو براش انتخاب میکنیم. بعدش میایم از قسمت افکت، مجدد افکت، قسمت بیتس وایت رو انتخاب میکنیم و تا انتهای قسمت اول میکشیم. دوباره از قسمت افکت، قسمت شیک، کم شیک رو انتخاب میکنیم. یکم با این نوار ابزار بالا شدتش رو کم میکنیم و تا انتهای ویدیو میکشیم. در آخر هم رو عکس دوم میزنیم، میایم قسمت ادجاست، گزینه سچوریشن رو انتخاب میکنیم و تا انتها میاریمش. اگه از این آموزش خوشت اومده حتما سیوش کن و برای آموزش‌های بیشتر پیجمو فالو کن.